مژده ما در مورد خدایی هست که خودش رو میتونه بشناسونه. تمام ادیان دنیا باور دارن که خدا در همه جا حاضره، ولی به جز کتاب مقدس مسیحیان هیچ کسی باور نداره که خدا حاضر است برای هدف خاصی. تعلیم کتاب مقدس در مورد خدا در مورد اون است که خدا در هر جا حاضره که خودش رو به مردم بشناسونه و با اونها رابطه شخصی برقرار کنه، چون که رابطه شخصی به شناخت نیاز داره. شما نمیتونید با کسی پیوند ناگسستنی داشته باشید مادام که در موردش اطلاع داشته باشی. مردم به ما میخندن اگر به اونها بگیم که من عاشق کسی شدم که اصلا نمیشناسمش، باش روبرو نشدم، در موردش چیزی نشنیدم و شخصا تجربه نکردم که اون شخص چگونه شخصی هست. در مورد اون شاعرانی هم که در مورد خدا شعرهای عاشقانه گفتند این منطق صادقه. معمولا شاعران زیادی در خاورمیانه در مورد خدا شعرهای عاشقانه نوشتند، غزلها نوشتند. اگه شما با خدا رابطه فردی ندارید، اگه با خداوند رابطه ناگسستنی ندارید، به عبارت دیگه از نجات خودتون اطمینان ندارید که خدا تمام وجود شما رو احاطه کرده و شر در زندگی شما نمیتونه کار بکنه، چگونه میتونید شعر در مورد اون خدا بنویسید و چه توقعی از دیگران میتونید داشته باشید که شما رو باور کنند؟ برای اینکه شعرهای عاشقانه، کلمات عاشقانه باید حاصل یک رابطه عاشقانه و ناگسستنی باشه. این منطق در مورد اون کسانی هم که خودشون رو پیغمبر میخونند صادقه. اگه شما خدا رو نشناسید، با اون رابطه فردی ندارید، چطور میگی که من فرستاده اون خدا هستم؟ نمیتونی باشی. شما فقط فرستاده کسی میتونید باشید که اون شخص رو میشناسید، باش رابطه دارید. تمام مردم پیروان ادیان دیگه اعتقاد دارن که خدا دلسوزه، مهربانه، با محبته. شما چطوری میتونید ثابت کنید اینها رو، این زیبایی ها رو به خدا نسبت بدید وقتی که با اون رابطه شخصی ندارید، رابطه فردی ندارید که خودتون اون رو چشیده باشید؟ چطور میتونید در موردش صحبت کنید، به مردم مژده بدید که خدا خدای دلسوز مهربانه، ولی خودتون عملاً این دلسوزی رو در زندگی خودتون نچشیدین به خاطر اینکه با خدا رابطه شخصی ندارید؟ به خاطر اینه که گفتار پیروان ادیان دیگه در مورد خدا غیر منطقیه، معنی نداره. برای اینکه شما باید با خدا رابطه داشته باشی، خدا وارد زندگیت بشه، در تخت دلت بنشینه، بر وجودت حاکمیت داشته باشه تا مهر و دلسوزی و محبت او مشمول زندگی شما بشه، پاره های زندگی شما بشه. بگید که خدا در منه، خدای قادر مطلق در من زندگی میکنه، بر زندگی من رهبری داره. شیطان دیگه نمیتونه بر زندگی من رهبری داشته باشه و چون شیطان بر زندگی من رهبری نداره، پس من سهمی از جهنم و در جهنم نخواهم داشت. آزادم، من راحتم، برای اینکه خدای قادر مطلق با من زندگی میکنه، رهبر منه، با هم رابطه داریم، پیوند ناگسستنی داریم. به خاطر این بود که پیامبر اسلام در نامطمئنی مرد، مطمئن نبود که به بهشت میره یا به جهنم میره. به خاطر اینه که همه مسلمان ها میگن الله اعلم. چرا؟ برای اینکه رابطه ندارند با خدا. اسلام رابطه رو تعلیم نمیده. قرآن از رابطه
ناگسستنی صحبت نمیکنه. چون اگه میکرد هر کسی میگفت من از الان نجات دارم، من اکنون نجات دارم. خدا با من پیوندمون ناگسستنیه. هیچ چیزی نمیتونه اون پیوند رو نابود کنه، چون هیچ چیزی، هیچ کسی بالاتر از خدا قدرت نداره. من تا به حال با پیروان ادیان بسیاری در کشورهای مختلف روبرو شدم. به من گفتند که دین ما کامله. مسلمون ها، شاهدان یهوه، بهایی ها، مرمون ها، چون اینا افرادی هستن که فکر میکنن که دینهاشون کامله. چرا از دین کامل پیروی نمیکنه؟ به من گفتند. چرا اسلام کامل رو ترک کرده؟ مسلمان ها میگند. اینجا میخوام فقط مثال جواب خودم رو به یک مسلمان با شما در میون بگذارم. ازش پرسیدم، گفتم آیا باور داری که خدا در همه جا حاضره؟ یعنی اینکه اکنون در کنار ماست، نزدیک ماست، با وجود اینکه خودش رو به چشمای فیزیکی ما نشون نمیده در حال حاضر، ولی در کنار ماست، همه جا هست. یعنی اینکه در کنار ما هست. آیا باور داری؟ گفت بله. گفتم در مورد پیامبرتون چی؟ آیا اونم همه جا حاضره؟ یعنی الان کنار ماست؟ گفت نه، پیامبر من خدا نیست که همه جا باشه. سوال سوم رو ازش پرسیدم، گفتم آیا باور داری که خدا خدای قادر مطلقه؟ یعنی اینکه هر کاری که بخواد و اون کار اگه بر اساس اراده او و طبیعت او باشه میتونه انجام بده؟ گفت آره. گفتم پس من و شما اعتقاد داریم که خدا همه جا هست، نزد ما هست، هر کاری میتونه بکنه چون قادر مطلقه. یعنی میتونه اکنون خودش رو به ما ظاهر بکنه، به دردهای ما گوش بکنه. چون دلسوزی خدا مطلقه، مهربان مطلقه، نمیتونه نسبت به زندگی ما بی‌تفاوت باشه، چون این طبیعت اون فردی هست که بالاترین دلسوزی رو داره، نمیتونه بی‌تفاوت باشه. خودش رو به ما ظاهر میکنه و میبینه که ما داریم درد میکشیم یا داریم درد میدیم به کسای دیگه. بهش اجازه میدیم که ما رو از این درد خلاص کنه. آیا باور داری اینو؟ گفت آره. گفتم ولی پیغمبر شما، قرآن شما به این باور نداره. قرآن در سوره شورا میگه که آیه 51 خدا خودش رو پشت پرده پنهان کرده، با کسی رابطه فردی نداره. حتی پیامبر اسلام با خدا رابطه فردی نداشت، نه خدا رو دید نه خدا رو مستقیما شنید، ولی گفت که پیامبر خداست. و بعد پیامبر خدا خودش پیامبر اسلام در قرآن خودش میگه، در سوره اعراف آیه 188 میگه اگه من خدا رو میشناختم شر در زندگی من کار نمیکرد. آیه 188 سوره اعراف. گفتم اگه من از پیامبر شما، از اسلام شما تبعیت کنم، یکی این که خدای اسلام غیر رابطه ای است، پس من با خدا رابطه ای نخواهم داشت. که امیدی داشته باشم که این خدا سپر من میتونه باشه تا شیطان رو در زندگی من بیرون بیاندازه. منی که خسته هم از شیطان، از گناه، از دروغ گفتن، از کلاهبرداری خودم، از کلاهبرداری مردم، از جامعه فاسد، من خسته‌ام. اون خدا نمیتونه به من کمک کنه چون خودش رو پشت پرده قائم کرده. اگه ازش تبعیت کنم، اگه از اسلام تبعیت کنم، پس معنیش اینه که خدا رو نمیشناسم و شر در زندگی من زیاد خواهد شد، همچنان که پیامبر شما اعتراف کرد. من همیشه در اسارت گناه
وسوسه شیطان و کارهای شیطان خواهم بود. چرا باید ازش پیروی کنم در این زنجیر بمونم؟ من به کسی نیاز دارم که خدایی رو به من آشکار کنه که میتونه با من رابطه داشته باشه، دلسوزی خودش رو شخصاً به من ثابت کنه، محبتش رو، مهرش رو وارد زندگی من بشه، بگه که من زندگی تو رو اکنون در دست دارم، شیطان نمیتونه به تو نزدیک بشه، چون من بر شیطان کنترل دارم، من خدای قادر مطلق هستم. اونگاه هست که من پر از اطمینان هستم خدا با منه، پس من سهمی در جهنم ندارم. رابطه من با جهنم کنسل شده، چون که من با خدا هستم. در خدا اثری از جهنم نیست، او با منه. من راحت شدم، فارغ شدم. من لزومی نداره از پیامبر شما پیروی کنم. من از کسی پیروی میکنم که منو راحت کرده، خدایی رو به من آشکار کرده که وارد زندگی من شد و من آزاد شدم. هیچ کسی از اینها تا به حال نشنیدم به من بگن که منطقی که تو بیان میکنید غلطه. نه اینکه نتونستن این کارو بکنن، خیلی از اونها دلشون رو به مسیح دادند. مژده ما واقعی در مسیح، خبر خوش ما در مسیح حقیقیه. خبری هست، مژده‌ای هست که خودمون اون رو چشیدیم، اول زندگیمون رو عوض کرده، نمونه اون زندگی عوض شده هستیم که خدا به ما میگه که منی که خودم رو میتونم بشناسونم، تو نمونه من هستی، فقط با اونها صحبت کن، نمونه خودت رو به اونها نشون بده، به من معرفی کن، منو به اونها معرفی کن، بقیهش با من خودم رو میشناسونم، من اونها رو شگفت زده خواهم کرد و من دل اونها رو به دست خواهم آورد. مژده ما در عیسی مسیح واقعیه، حقیقیه.